کنسولخانه تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ روسیه خبر علاقت دو شهروند تاجیکستان را تصدیق و نام آنها را نشر کرد. دلیرجان تورقلوف 27 ساله، نسیم جان اشمرودوف 33 ساله، هر دو از دهه گلستان جماعت دهمای نویه جبال ولایت سوخت در شمال تاجیکستان. این دو جوان 26 مای سال 2022 وقتی که در قبط 32 در یک ساختمان ناتمام در کوچه مسکوفسکایا در مرکز شهر اکاترینبورگ کار میکردند، بر اثر ناگهان کنده شدن گهواره به زمین افتادند. گفته می شود بعد افتیدن از چنین بلندی آنها شانس زنده ماندن نداشتند. رهبریت شرکت ساختمانی برای انتقال جسدها به تاجیکستان و حل مسائل دیگر کمک رسانیده ایستاده است. در حال حاضر برادر یکی از هلاک شدگان در اکاترینبورگ است. خویشاوندان مرد دوم هلاک شده باید امروز 27 مای از مسکو بیایند. خبر دادن در کنسولخانه به خبرگزاری از پلیوس. در همین حال نشریه‌های محلی ویدیوی اجرای حادثه را نشر کردند. بنا به اطلاع این نشریه، دو مهاجر تاجیک در قبط 32 بنا در درون گهواره دو کسه کار میکردند، ولی بند گهواره از یک طرف کنده شده است و هر دو به زمین سر و زیر شدند. گهواره به سبب باری از می و ریزیات داشتنش چپه شده است. این را کارگران آن ساختمان گفتند. خبر داده نشریه‌های محلی، شعبه تفتیشاتی نویه لنین اکاترینبورگ در رابطه با این حادثه بر اساس قسم 3 ماده 216 کودکس جنایتی روسیه با اتهام ویران کردن قاعده‌های بی خطری هنگام انجام کارهای ساختمانی که از بی احتیاطی سبب مرگ 2 نفر شده است، پرونده جنایتی گشوده است. تفتیشات ادامه دارد.